شما برای اینکه بخواید یک تولید کننده بشید چند تا نکته رو باید بدونید، مخصوصا وقتی که میخواید یک تولید کننده خانگی محصولات نایلونی و نایلکسی باشید. یکی از این موارد اینه که شما یک فضایی نیاز دارید که بیشتر از 12 متر باشه که بتونید دستگاهتون رو بذارید، مواد اولیه‌تون رو دپو کنید و محصولی که زدید رو هم بتونید اونجا انبار بکنید. این نکته یک. نکته دو، شما به برق نیاز دارید. دستگاه‌های ما تماما برای تک‌فاز و کم مصرف هستن. حالا نسبت به دستگاهی که انتخاب می‌کنید ما راهنمایی می‌کنیم که مصرف برقش چقدر هست که شما هم در جریان هزینه‌های آینده‌تون باشید. ولی به طور متوسط یک دستگاه اگر شبانه روزی بخواد کار بکنه، خیلی بخواد پول برق به شما تحمیل بکنه 300,000 تومان 400,000 تومان هست، چون اینورتر ما داریم نصب کنیم رو دستگاه. گزینه بعدی که باید بدونید اینه که بدونید مواد اولیه به روز قیمتش چقدره که اونم ما هر روز لیست قیمتمون اعلام میشه و برای مشترکینمون و مشتریانمون ارسال میکنیم. گزینه بعدی اینه که باید بدونید یک دستگاهی که دارید میخرید و دینام داره روش بالاخره یک صدایی تولید میکنه. نگاه کنید، انگار یک کولر تو خونتون نصب شده، اندازه یک کولر صدا داره، نه اینکه بگید هیچ دستگاهی هیچ صدایی نداره. اینطوری نیست. تمام دستگاه‌هایی که توی دنیا هستش چون که موتور الکترونیکی داره همشون یک صدایی داره. و گزینه بعدی که باید بدونید اینه